در حالی که پرواز هواپیماهای شرکت سامان ایر به شهرهای منطقه روسیه منع شده است، اما هواپیماهای شرکت اورالسک اویالینی همچنان به شهرهای دوشنبه و خوجند پروازها انجام می‌دهد. مگر این همان پریتت یا برابری در انجام پروازها حساب می‌یابد که تاجیکستان برای اجراش پایفشاری می‌کرد؟ شیرالی گنجلزاده وزیر نقلیات تاجیکستان روز 26 دکبر در صحبت با آزادی گفت جانب تاجیکستان نیز قبلا قصد داشت که پروازهای این شرکت را به کشور ممنوع کند، ولی با در نظر داشته آن که هزارها نفر مهاجران کاری در آستانه سال نو میلادی می‌خواهند به وطن بازگردند، وزارت نقلیات تاجیکستان به طور یکجانبه از این عمل جوابی خودداری کرده است. ولی بحث اساسی میان هیئت‌های وزارت‌های نقلیات تاجیکستان و روسیه در مسکو که هنوز ادامه داشته و جانب‌ها نمی‌توانند به توافق برسند چیست؟ در حالی که وزیر نقلیات تاجیکستان برای رعایت نشدن ترتیب مقرر شده از جانب روسیه و فرودگاه اساسی برای پرواز به تاجیکستان قرار گرفتن فرودگاه ژوکوفسک را که از مسکو دور است مشکل اصلی در بحث طرفین ارزیابی می‌کند، ولی ایده از مهاجران و کارشناسان مستقل علت بحث را به ارزش بلیط‌ها نیز مربوط می‌دانند. مثلا طبق اطلاع سامانه شرکت هوایی یمل قیمت میانه بلیط از مسکو به دوشنبه 5879 روبل را تشکیل می‌دهد. این در حالی است که ارزش بلیط‌ها در این سمت در شرکت هوایی تاجیک ایر 12370 روبل و شرکت سامان ایر 14741 روبل را تشکیل می‌دهد. مردان محمد، برادی صوفی، آزادی، دوشنبه.